سریع به یه عدد بین 1 تا 10 فکر کن. ببین تو بدترین حالت قراره من اشتباه حدس بزنم و تو هم به اسکرول کردن ادامه بدی، ولی اگه عددی که تو ذهنت انتخاب کردی و درست حدس بزنم اتفاق جالبی میفته، نه؟ پس تو چیزی از دست نمیدی. خب به اون عدد فکر کن، تجسمش کن. انتخاب کردی؟ 7. البته احتمال داره که اشتباه گفته باشم، ولی به احتمال 1/3 مغزتو خوندم. باستا ببینم 1/3 نه 1/10. چجوری همچی چیزی ممکنه؟ آمار میگه 33% از مردم عدد 7 رو انتخاب میکنن و هیچ کس نمیتونه توضیح بده چرا، ولی یه توضیح وجود داره. 7 همیشه در همه تاریخ عدد مقدسی بوده و تو همه جا به معنای یه چرخه کامله. 7 آسمان، 7 اقیانوس، 7 چاکرا، 7 نوت موسیقی، 7 روز هفته و 7 به معنای آخرین عدد قابل رسیدن در جهان آگاهی برای یه انسان در راه رسیدن به تکامله و بعد از رسیدن همه ی تلاش انسان آگاه برای رسیدن به 8 که فقط در دنیای پس از مرگ ما میتونیم به 8 یا بهتره بگم بهشت برسیم و البته همه اینا خرافات، یه مش حرف مفته. مگه علمی که امروز این همه بهش میبالیم یه زمانی خرافات نبوده؟ به حرفش گوش ندید، فقط میخواد بگه دنیا خیلی بزرگتر از چیزیه که پشت صفحه گوشی یا تو اخبار میبینی. جایگاه حقیقی تو به یاد بیار. پادشاه هیچ وقت دلقکا رو سرگرم نمیکنه. به وقتش اگه دلقکا پاشونن گلیمشون دراز سر کنن سر دلقکا رو میبرن.